أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. به درستی که ما قرآن را به یکبارگی در شب قدر ماه رمضان به آسمان دنیا فرود آوردیم و نزول آن را از آسمان دنیا بر پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز در همین شب شروع نمودیم. و ما ادراک ما لیلة القدر. و ای پیامبر، چه تو را آگاه ساخته است که شب قدر چیست؟ آیا درباره خیر و برکت آن شب آگاهی داری؟ لیلة القدر خیر من الف شهر. شب قدر نهایت دارای خیر و برکت بزرگ است، زیرا آن از 1000 ماهی که شخص آن را با طاعت و عبادت خالصانه سپری میکند بهتر است. تنزل الملائکة والروح فیها بإذن ربهم من كل امر. آن شب فرشتگان و جبریل با اجازت پروردگارشان به خاطر اجرای هر کاری مربوط به روزی، مرگ، ولادت و غیره که خدا آن را در آن سال تا سال آینده مقدر ساخته است فرود می آیند. سلام هی حتی مطلع الفجر. آن شبی با برکت شروع از اول تا وقت طلوع صبح سراپا سلامتی و خیر است.